است. یک خبرنگاری هلندی میگوید بعد از تقریبا 5 سال تحقیق و جستجو در افغانستان معلوم کرده است که ملا عمر رهبری طالبان در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2001 به جای نرفته است. بدم در کتاب درباره ملا عمر و همراهانش نوشته است که رهبر این گروه افراطی در خود افغانستان و نه چندان دور از یک پایگاه نظامیان آمریکایی پنهانی زندگی می‌کرده است. همکارم عبدالله شور این خبر را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله، و این خبرنگار واقعا برای ثابت کردن ادعاهایش چه دلیل‌های آورده است؟ ژورنالیست هلندی بدم در کتاب با نام زندگی مخفی ملا عمر میگوید برعکس گفته‌های مقامات آمریکایی و افغان، رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است. در این کتاب که ماه فوریه نشر شد، بدم نتیجه صحبت و تحقیقات‌هایش را بر اساس مصاحبه‌ها با اعضای طالبان و زندگی نامه‌های آنها خلاصه کرده است. خلاصه‌های مؤلف با زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و بعدی ورودی نیروهای بین‌المللی با رهبری آمریکا برکنار شدند. برای سری ملا عمر که به گروه القاعده پناهگاه داده بود، آمریکا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. در تحقیقات خود بدم ادعا می‌کند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل در شهر قلات زندگی می‌کرد. و عبدالله، در همین مکان آمریکایی‌ها پایگاه نظامی داشتند و پناهگاه ملا عمر همگی چند کیلومتر دورتر از پایگاه قرار داشته است و در اینجا گفته می‌شود که در اوج جنگ‌ها در این پایگاه حدوداً 1000 نظامی از آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در پایگاه مستقر بودند. و خودی درباره نقش ملا عمر در اداره گروه طالبان چی گفته می شود؟ آیا در این پناهگاه قادر بر رهبری عملیات‌های طالبان بوده است یا دستی کوتاهی داشته است؟ بله طاهر، به نوشته مؤلف، ملا عمر از پنهانگاه‌هایش نمی‌توانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه‌ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح آمریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظی شخصی ملا عمر را در پنهانگاه‌هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یکی از بازداشتگاه‌های خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد، گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت، ولی سخنگوی حکومت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرد و توسط صحیفه خود در شبکه اجتماعی توییتر گفت که افغانستان شهادت انیق آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همانجا گذشته است. طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبری جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت. تشکر زیاد عبدالله برای صحبت.